خواب، خواب، خواب. همه میگن 8 ساعت بخواب تا انرژی داشته باشی. ولی تو هم مثل من احتمالاً تجربه کردی. 7 ساعت کامل خوابیدی، حتی زودتر هم برقا رو خاموش کردی، قهوه هم نخوردی، اما صبح که بیدار شدی هنوز کسل، خسته و بی انرژی بودی. درسته؟ حالا عجیبیش اینجاست. اون طرف دنیا توی ژاپن یکی دقیقاً همین 7 ساعت رو میخوابه ولی با انرژی کامل و ذهنی شفاف بیدار میشه. خب اصلاً چرا؟ ژنتیکیه؟ تشک اونا جادوییه؟ یا ما کلاً اشتباه خوابیدیم؟ توی این ویدیو رازهای خواب ژاپنی رو بررسی میکنیم. همونا که باعث میشه با 6 یا 7 ساعت خواب سرحالتر از کسی باشن که 9 ساعت میخوابه. ولی خبر خوبینه، لازم نیست بری توکیو یا تشک $400 بخری. من همشو تحقیق کردم و توی این ویدیو 7 تا عادت ژاپنی میگم که هم علم پشتشه، هم امشب میتونی امتحانش کنی و یک بار برای همیشه خوابتو درست کنی. پس بریم مرحله به مرحله خوابمونو پس بگیریم. مرحله اول، غار خواب رو خنک کن. تحقیق روی بیش از 2000 خونه در ژاپن نشون داد دمای اتاق خوابشون موقع خواب حدود 13 درجه بوده، در حالی که ما معمولاً تو دمای 20 تا 22 درجه میخوابیم. این فقط بحث راحتی نیست، بحث نوروساینسه. دکتر متیو واکر که کارشناس خوابه توضیح میده که مغز برای ورود به خواب عمیق و ترمیم کننده باید 2 تا 3 درجه خنک‌تر بشه. اتاق خنک این کارو طبیعی انجام میده. پس امشب دمای اتاقت رو بین 15 تا 18 درجه بذار، یا اگه هوا گرمه پنکه بزن یا پنجره رو باز کن. میدونم تو مارمولک که نیستی، فقط داری به مغزت سیگنال خنکی میدی تا وارد فاز ترمیم بشه. مرحله دوم، تخت سفت. ما عاشق تخت‌های نرم و ابری هستیم، ولی حقیقت اینه که ستون فقراتت راحتی نمیخواد، حمایت میخواد. ژاپنی‌ها روی تشک‌های سفت میخوابن. شاید به نظر سخت بیاد، ولی این کار باعث میشه ستون فقرات صاف بمونه و نقاط فشار کمتر بشن، یعنی خواب عمیق‌تر و بدون بیدار شدن‌های ریز. خواب با وضعیت بد بدن باعث بیدار شدن‌های ریز میشه و این بیدار شدن‌های ریز گیجی اول صبح رو به همراه داره. همونطور که جیمز کلیر نویسنده عادت‌های اتمی میگه، تغییرات کوچیک اثر بزرگ دارن. عوض کردن سطح تخت شاید کوچیک به نظر بیاد، ولی تأثیرش روی خواب میتونه خیلی بزرگ باشه. مرحله سوم، حمام داغ به علاوه اتاق سرد مساوی جادوی خواب. اینجا ژاپنیا واقعاً برندن. اوفورو که همون حمام داغ قبل از خوابه، اینطوریه که باید آب حدود 40 درجه سانتیگراد باشه. شاید فکر کنی حمام داغ قبل از خواب مگه باعث داغتر شدن بدن نمیشه؟ نه، برعکسه. این کار باعث میشه بدنت سریعتر خنک بشه و همین سیگنالو به مغز میده که وقت خوابه. انگار دکمه حالت سلیپ رو برای بدنت بزنی. حالا کاری که تو باید انجام بدی اینه که 1 تا 2 ساعت قبل از خواب یه دوش با آب داغ بگیر. بعدش افت دمای بدنت صحنه رو برای یه خواب عمیق آماده میکنه. مرحله چهارم، تغییر نگاه به خستگی. این یکی فرهنگیه. توی ژاپن وقتی به کسی میگن خسته به نظر میای، یعنی تعریف، یعنی تو سخت کار کردی. حتی خوابیدن در مکان عمومی هم محترمانه است. در مقابل توی فرهنگ ما خواب برای ضعیفاست یا اگر بخوابی میبازی. همین ذهنیت باعث میشه خستگی رو قایم کنیم، به جاش قهوه بریزیم تو بدن. پس از امشب خسته بودن رو نشونه ضعف نبین. این نشونه برای اینکه بدنت میگه منو شارژ کن. مرحله پنجم، چرت‌های کوتاه. یه راز دیگه چرت استراتژیکه. ژاپنیا وسواس 8 ساعت خواب شبانه ندارن. اونا روی بهره‌وری خواب تمرکز دارن، نه فقط ساعتش. چرت‌های 20 دقیقه‌ای میتونه حافظه، خلق و خو و تمرکز رو بالا ببره بدون اینکه گیجت کنه. تو به خواب بیشتر نیاز نداری، به عادت‌های بهتر نیاز داری. پیشنهاد من بهت اینه که به جای اینکه خودتو مجبور به 9 ساعت خواب شبانه کنی و بعدش احساس شکست کنی، یه چرت 20 دقیقه‌ای وسط روز بزن. مرحله ششم، خاموشی تکنولوژی مساوی روشن شدن خواب.
توی بیشتر اتاقای خواب گوشی، تبلت، تلویزیون وسایل جداناپذیرن. ولی نور آبی این وسایل ترشح ملاتونین رو عقب میندازه. ژاپنیا هم تکنولوژی دارن. 95% نوجوانا گوشی دارن، ولی قبل از خواب نظم بیشتری دارن. خبری از محتوای هیجان انگیز درست قبل از خواب نیست. تو هم نیاز این عادت جدید رو داشته باشی. 1 ساعت قبل از خواب بدون صفحه نمایش باش، یا حداقل اونا رو روی حالت شب بذار. یادت باشه تختت سینما نیست، منطقه خوابه. مرحله 7، ارتقاء بالش. شاید فکر کنی بالش مهم نیست، ولی تصور کن 8 ساعت گردنت کج باشه. بالش های خیلی نرم دقیقاً همین بلا رو سرتا میارن. ژاپنی ها از بالش های سوباکاوا، یعنی پر شده از پوست گندم سیاه استفاده میکنن که خودش رو با فرم گردن تطبیق میده، نه فقط وزن سر. تحقیقات نشون داده تا 50% کاهش درد گردن با این بالش ها دیده شده. خب پس توی این ویدیو از عادتهای خواب ژاپنی چیا یاد گرفتیم؟ دمای اتاق رو بین 15 تا 18 درجه نگه دار. 1 تا 2 ساعت قبل از خواب حمام داغ برو. روی سطح سفت تر بخواب. خستگی رو به چشم سیگنال ببین، نه ضعف. چرت‌های کوتاه و هدفمند بزن. قبل از خواب تکنولوژی رو خاموش کن. از بالش حمایتی برای گردنت استفاده کن. اینها تغییرات بزرگ زندگی نیستن، فقط ریز عادت‌هایی هستند که روی هم تأثیر عظیم دارن و نتیجهش این میشه که خواب عمیق‌تر، انرژی بیشتر و ذهن شفافتری داری، چون خواب خوب فقط درباره استراحت نیست، درباره بهترین عملکرد توی زندگیه. حالا نوبت توئه. کدوم عادت خواب ژاپنی رو امشب امتحان می‌کنی؟ توی کامنت‌ها بنویس، همه رو میخونم. و در آخر روی رشد تمرکز کن.